می‌فرماید که من یاری کردم، من یاری کردم، دل به قراری کردم. یاران این زمانه مثل گل انارن، از دور جلوه دارن، نزدیک بوی ندارن. یعنی فایده ای ندارد. یاری اصلی اون است، به اون باید یاری کرد. به اون یاری که کردی دیرا بدان که تو هیچ غمی نمیخوری، هیچ غمی نمیخوری. برای یاری کردن ملا بودن شرط نیست، عالم بودن شرط نیست، ایشان بودن شرط نیست، مولوی بودن شرط نیست، عادی مسلمان بودن شرط است. اون مسلمانی که همیشه رابطه دلت با الله باشد، رابطه دلت با الله باشد. در زمان حضرت مولانا الیاس رحمت الله علیه یک مرد مسلمانی بود، مرد عادی بود، مسلمان بود، شیخ بود، مستفید بود. مانند این شخص چیکار کرد؟ الله داشت. یک روزی میگوید که در بیرون برآمد. وقتی در بیرون که برآمد و زبانش چی بود؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد یحیی و یمیت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر و الیه المصیر. در زبانش همین جاری بود. رابطه دلش، توجه دلش، تک تک دلش با الله بود. چشمانش هر کجایی که خدا برای اون حلال کرده بود همونجا نگاه میکرد. کجایی که خداوند برای اون حرام کردگی بود اونجا نگاه نمیکرد. رنگی من تو نبودن که دختری بگذره دیگه نگاهش بکن، زنی بگذره دیگه نگاهش بکن، تا خانهش با چشم نگاه بکن. این خیل نمیکرد، بلکه چیکار میکرد؟ سرش پایان لا اله الا الله گفته میرفت. ناگهان از مقابلش در روبرویش در خیابان میرفت یک دختر با یک بچه میآمد. یک دختر با یک بچه می آمد. دو یار معشوق می آمد، عاشق معشوقا می آمدن، لیلی مجنون ها می آمدن. همون طوری که در بیرون نگاه بکن بچه با بچه چیکار میکنن؟ دختر با دختر، یکی بچه با دختر پادوشکه میکنن. میگه که این یاری من است، من این را دوستش میدارم. یک مخلوق گنده را میگه من این را دوستش میدارم. از آن شکار کرد. اون دختر با اون بچه می آمد. این شیخ میرفت سرش پایان. ناگهان کتیف این شیخ با کتیف اون دختر زد. چیکار کرد؟ کتیف با کتیف زد. یاری اون دختر که بود فقط دیگه خودش نشان داد. عادتاً بچه ها مردمان همین خیل است، مردها همین خیل است که خودشان را باید در پیش زنش، در پیش یاری دختری فاسقه باید نشان دهد که من مردم دیگر، من مردم دیگر. اون بچه چیکار کرد؟ ایسی بیس نکرد و این شیخ را یک تپش زد. شیخ ها یک شپلاقش زد. شیخ هیچ چیزش نگفت. شیخ هیچ چیزش نگفت. سر خود را پایان کرد. گفت معذرت میخوام. سر خود را پایان کرد. دو قدم زد. دو قدم اون سوزد. این دختر با این بچه با پادوشکه کردن و با دو قدم اونها اون طرف گذاشتن. چند قدم نزد بود که این یاری دختر که بود با زمین افتید. یاری دختر که بود این بچه با زمین افتید. با زمین افتید و چکار کرد؟ واری مدعیونه شد. چشمانش ورم کرد، خودش ورم کرد، شقت قلبش شد، دلش کفید، از چشمانش خون برآمد، از گوشهایش دردا برآمد، مرد. چی شد؟ مرد. این دختر که بود دادوای کرد. آی مردمان بیاید، مردمان جمع شوید، آی مردم بیاید. مردمان آمدن بالای سر این نگاه کردن که بچه مردگی، بچه مردگی. دختر را پرسیدن که چی شد؟ دختر گفت نمیدانم. یک دم که بود در ذهن دختر آمد که شاید همون شیخ دعای بد کرده باشد، شاید همون شیخ دعای بد کرده باشد. شیخ را گفت بخفه. مستفید را گرفتن آوردن. رنگ مستفید های ما نبودن. مستفید را گرفت آورد. گفت ای شیخ، گفت شما گفت دعای بد کردی؟ چی گفت؟ گفت دعای بد کردی. شیخ باز گفت که والله گفت من دعا نکردم، من دعا نکردم. بلکه ماجرا چی هست؟ این تو را شپلاق زد، تو اون رفتی این طرف افتید مرد. شیخ میدونی چی گفت؟ هندوستانی بود. با همون زبان هندی خودش گفت که بایی گفت یا یارون که افس که بده، بایی یا یارون که افس که بده. گفت که برادر، گفت این معامله بین دو یار است، معامله بین دو یار است. گفتن چی خیلی بفهمیم؟ باز به همون زبان هندیش گفت که اسکی یار نه مجھکو مرا، میره یعنی الله اسکو مرا. گفت یاری دختر این بچه بود، این بچه که مرا زد یاری من که الله هست، الله ایرا زد، الله ایرا زد.
خدای پاک من میفرماید که من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. هر کسی با دوست من، با ولی من، با یار من، با تعلق من اگر دشمنی میکند، من با او اعلان جنگ میکنم، من با اون اعلان جنگ میکنم. لیکن برادران عزیز، وقت را گرفتم معذرت میخوام، لیکن از کلام پیدا میشود، خصوصا کلام خداوندی، تفاسیرات خداوندی خیلی خیلی بیشمار هستند. لیکن در آخر همین را میخوام بگویم که از این مسجد که هست شما رامیتی ها، آرزوبازی ها، چیز گجاگی که نباشید، از این چارچوبه مسجد بیرون که شدی با این عزم و اراده که من سنت رسول الله را زنده میکنم، من حبیب الله را دوست میدارم، سنت او را زنده میکنم. در زنمان همسریمان حجاب باشد، در دخترانمان حجاب باشد، در مادرانمان حجاب باشد، در خودمان سنت رسول الله باشد، در خانه سنت رسول الله باشد، در جاگگی سنت رسول الله باشد. این را زنده میکنید ان شاء الله، ما هم ان شاء الله زنده میکنیم. اگر بخواهی که حاضر، اگر میخواهی، آیا میخواهی که خداوند حاضر از اون آسمان برای تو 10 مراتب صلوات بگوید؟ میخواهی که نمیخواهد؟ همه میخواهد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که من صلی علی مرة صلی الله علیه 10 مرات. هر کسی که با من 1 مرتبه صلوات بگوید، چی بگوید؟ صلوات بفرستد، خداوند جل جلاله 10 مرتبه برای اون چیکار میکند؟ صلوات میفرستد. از این خاطر همه با هم بگوید که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد بما هو أهله. خداوند 30 صلوات برای من شما فرستاد، حاضر فرستاد، میفرستد، فرستاد علکی انشاءالله. از این خاطر که برادران عزیز این سنت رسول الله را، این جشن ولادت رسول الله را به این خاطر بگیرید. در جشن رسول الله که هست اکتفا تکیه به صلوات نکنید که من صلوات خواندم اکنون من امت رسول الله، واقعی امت من هستم، بلکه واقعی امت همون کسی هست که سنت رسول الله را زنده میکند.